خب این شما و اینم مدرن وارشیپ بالاخره. خب دوستان، همونجور که قول داده بودم برگشتیم با این بازی آقایی چرفک شو. چرا دارم کپی رایت میکنم؟ قشنگ احساس کردم دارم این حرکت خز انجام میدم. هر کی تو فیلماش میرسه همین جمله رو میگه. خب دوستان برگشتیم با گیم پلی. دلم میخواد متفاوت باشم، تفاوت رو احساس بکنید با وینسی. خب دوستان بازم گفتم میشه بگذاریم آقا یکم گرافیک ببینیم، یکم کیفیت ببینیم، روح و روانمون چشامون واشه. واقعا از لحاظ گرافیک من این بازی رو قبول دارم، نه البته نسبت به نمیدونم واقعا انتخاب کردن سخته که آیا وار تاندر یا مودرن وارشیپز، نمیدونم واقعا سخته. این مارکت بازی یه ارزی هست داخل این بازی به نام آرت کوین. مثلا این هواپیما RS حدوداً 1400 تا آرت کوین قیمتشه که اینجا اگه نگاه بکنین معادلش 1750 آرت کوین هست که تازه با 20% تخفیف $50 قیمتشه، چیزی حدود 2,050,000 تومان. آقا 2,500,000 منظورم بوده خدا. یعنی شما اگه بتونید آیتمایی مثل اون هواپیما رو داخل این بازیگیر بیاری و پیدا کنی، تو باکس یا داخل بتل پس یا داخل ایونت ها گیرش بیاری، میارزه، واقعا میارزه. از این بازی میشه کسب درآمد کرد و حالا بعداً جزئیاتش رو براتون توضیح میدم. زیر دریایی و ناو و کشتی جنگی رو ببینید که شما با هر کدوم که دلتون خواست میتونید فایت بدید. حالا ببینید اینجا هم خب دیگه مخالفات بازی رو نشون میده. مخالفات داخل هم هست. مگه پیتزا؟ خب آره واقعا پیتزا. شما ناو کشیت دقیقاً مثل یک نون پیتزای گرد در نظر بگیر که میتونی حالا کالباس، پنیر، نمیدونم چی بهش میگن، روست بیف و گوشت و مرغ و هر چیزی که دلت میخواست بهش اضافه کنی، کاملا کاستومایز. یعنی شما داخل بازی که بریم محاله که کشتی تو با کشتی یه نفر دیگه یکی باشه، حداقل تو آپگریداشون یکی نیست. بعدن تمام این موضوع رو اگر نیاز بود توضیح میدم، اگر لازم بود حالا شاید واقعا توضیح دادم، نمیدونم. این بتل پس های بازی رو از روز اولی که من این بازی رو شروع کردم واقعا دوستشون داشتم. واقعا بتل پس های قابلی داره واسه کسایی که دوست دارن و علاقه‌مندن به این بازی، واقعا میتونن بتل پس رو بگیرن و توصیه میشه. این قسمت لول اپ بازی یا ببینید واسه لول اپ کردن این نکته رو حائز اهمیت قرار بدیم که واقعا لول اپ کردن توی این بازی سخته، به شدت سخته. من قبلا یعنی تو ورژن قبلی که بازی میکردم لول اپ کردن سخت‌تر هم بود، ولی خب تا لول 25 نداره دیگه، واسه هم سخته. اینم مودای بازیه که حالا یه آفلاین واسه تون بریم، چون میخوایم یه گیم پلی نسبتاً قابلی به بینندگانشون بدیم، مجبوریم آفلاین بریم. نه که ما نمیتونیم با بقیه پلیرها فایت بدیم، ولی خب با بوت راحت تر. ناف را میبینید، ناف ببینید، اون پایین سمت راست چیزایی رو که شما میتونید باشون فایت بدین نشون میده. الان من به عنوان مثال هواپیما رو در ریلیز ایرکرافت. خب بریم که یه نمه ای بابا گند زدم که اینجا اصلا یادم رفته بود همچین حرکت احمقانه اول بازی انجام دادم. یکم کلا کنترل کردن توی بازی سخته. حالا بگذاریم از این موضوع. شما میتونید بعد از این که حالا هر اینجورد دمیج دیدی برگردی به البته هواپیما و درون، فقط هلیکوپتر نمیتونه. هلیکوپتر از دست دیگه تمام. برمیگردی به ناو و میتونی ریلود کنی. حالا ناو هم ریلود پونتی داره واسه خودش. بریم که یه نمه گرافیک دیگه ببینیم، بازم روح روانتون باز بشه که بدون واقعا بازی لحاظ گرافیکی کم نذارید. لامصب واقعا من بهش احترام میذارم. اصلا بزن اون کف قشنگه. آقا من اینو خیلی قبول دارم. بریم سراغ فایت دوستان عزیز. ببینید اصلا قرار نیست حوصلتون سر بره. این بازی لحظه به لحظهش فایت، لحظه به لحظهش جنگ، فقط توی تیر و موشک و بوم اینا گیر کردی. کلا واقعا از این لحاظ بازیشو دوست دارم.
آدرنالینتون میبره بالا. بعضی وقتا من یه جوری هیجان زده میکنه گوشی رو بس میکنم به تلویزیون، یه باندم داریم، باندو کلا فعال میکنم رو بروم آخر همینجور فقط صدا تیر تفنگ شد، صدا موشک و هواپیما و آب و بارون و این چیزا میاد داخل خونه، اصلا انگار تو خونه جنگه، همسایه ها رو میکنن به خودمون. ولی خب لذت داره، واقعا دوستش دارم بازی رو. خدا شاید باورتون نشه ولی من فقط تو امتحانو به خاطر اینکه نبین بازی شده بودم افتادم. بگذاریم. درون رو به پرواز در آوردیم. درونم هواپیمای 20 نشین، ولی خب من بیشتر حالت بامبرشون رو قبول دارم، یعنی درونی که موشک بندازه اصلا بابا میرم نیست. ببینید پایین وسط دلم نمیدی لحظه، به احترام این لحظه من سکوت کردم. پایین وسط شما میتونید علامت چند تا ستاره رو ببینید، 3 تا ستاره دارن میان پایین مثل آرزو. یاد گنشین ایمپکت افتادم، حتما از اونم ویدیو میذارم. ولی خب نه اینا نمیدونم چرا اسمش یادم رفت، مهم نیست. بهش میگن فلیر، حالا اسمش من بعدا واسهتون میگم. یه نوع چی بگم فشفشه، اسمشون رو واقعا یادم رفته. باعث میشه که موشک‌های دشمن به سمت شما نیان، به سمت اونا برن و دمیجی به شما وارد نشه. یعنی شما دقت کرده باشی اون پایین یه لحظه علامت قرمزی میاد، من سریع اینو میزنم نوشته میسل آلرت، یعنی موشک داره میاد واسه اخطار موشک و من اون ستاره ها رو میزنم و دفعشون میکنم. ولی خب گرونه هی باید بخریشون. حالا جدا از این موضوع بازم بگیم این نبرد با هلیکوپتره، واقعا هلیکوپتر بازی رو داخل این بازی من خیلی دوست دارم. میتونست بهتر باشه ولی خب یه مقدار مثلا من با صداگذاری تیر و ایناش مشکل دارم که حالا خودتون اگه بخواید تخصصی وارد بازی بشین و خیلی دقت بکنین میتونید متوجه نباشی، وگرنه بازی در نگاه اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم واقعا عالی و بی‌نظیره. تو نگاه هفتم شاید یه مقدار ای وزش پیدا کنیم، تو نگاه هشتم هم یه مقدار دیگه پیدا می‌کنیم، ولی خب واقعا بازی خوبیه. اینجا دیگه من دیدم آقا کشتیم داره میریزه. ببین واقعا کشتی ها همون ناو اصلی کاملا از قلب بازی شماست. یعنی شما اگه اون لحظه این کشتی رو دست دادین همه چی میریزه پایین، مثل درختی دیدین که از تن قطعش کنه، خب قطعا شاخ و برگاش هم میریزه. اینجا دقیقا همون حالته، یعنی شما ناو تو دست بدی هلیکوپتر هواپیما درون هر چی تو هوا بود پیش میریزه پایین. از این لحاظ مقدار من باش مشکل دارم. خب مثلا باید تایمی بذاریم، یعنی مثلا ما بگیم خب سوخت هواپیما تموم میکنه یه 10 دقیقه دیگه، 10 دقیقه که چی کل بازی 10 دقیقه، مثلا ما باید 2 دقیقه دیگه، یه دقیقه دیگه هواپیما صحبت میکنه. ولی خب درجا میافته. از این گذشته الان واقعا این بازی یه حالت خفنی باز خودش پیدا کرده. یعنی شما لول تو که ببری باید به لول 20 22 23 24 اینا که برسی واقعا خز نیست. میدونی چی میگم؟ یعنی شما تو اکثر بازی تیکه نمیندازم بخوای گیمو بزنی واقعا میبینی که آقا خز شده. یعنی مثلا میبینی همه همون لولی که تو هستی اینجا کم پیش میکنم شما بگیم به خاطر اینه که خب بازی دست و پا نگرفته. نه، بازی به نظر من بازی محبوب و جا افتاده هستش، ولی خب بازم میگم پلیرهای خاص خودشو داره در هر صورت، ولی خب بازم بازی خوبه. حالا همون ستارهایی که بهتون گفتم از هلیکوپتر هواپیما و درون در میاد، از خود کشتی ها هم یه همچین چیزی در میاد، ولی میپره بالا ببینید که بیاد پایین. موشک های دشمن رو دفع میکنه، راکت موشک ها رو همه رو میتونه باش دفع کنه. اینجا چه گندی زدم خدا، هواپیما رو اومدم در آوردم پرواز کنم خوردم تو دیوار، نه کوه، تپه، صخره. آره چرا اسمش یادم رفت. واقعا دوستش دارم این بازی رو. ببین من هم میخوام موشک بزنم، موشک ها رو دفعشون میکنم. حالا اینجا من یه مقدار خامی از خودم نشون دادم، باید همون لحظه که موشک های ریز پایین نگاه کن اینا بود که الان پرت شدن. وقتی که اینا پرت میشه من یه ثانیه بعد باید موشک ها رو پرت میکردم که اینا درگیر اونا باشن و اینا اصابت کنه. من یه مقداری خام بازی دارم. خب تا اینجا این خلاص.
حتی اون که آتیشی که روی کشتیم داره به وجود میاد و درست میشه خیلی از این لحاظ بازی رو قبول دارم. یعنی شما مثلا با هواپیما یا هلیکوپتر یا درون یا حالا بامبر هر چیزی که باشه دمیج ببینه، قشنگ قیافه دمیج رو به خودش میگیره. یعنی قشنگ قیافه فیس اون کشتی یا حالا هر چیز دیگه تغییر پیدا میکنه که انگار واقعا آسیب دیده. خیلی باحال از این لحاظ. و اینکه بله اینم زیر هوایی بود که نمیدونش بسخواهی میکنم این هنداره کرده. اما تمام ویکتوری ریواردهای بازی واقعا جذابه. و اینکه امیدوارم خوشتون اومده باشه از این بازی. نکات خیلی زیادی داره که حالا من زیاد بهشون نپرداختم. یکم هم گیم پلی رو ببینیم بدون صدای من که صدا گذاری بازی رو. Стрелять по моей команде! Б-2, орудие